بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. بیخردان از مردم به زودی خواهند گفت ایشان را از قبله‌ای که بر آن بودند چی چیز بازگردانید؟ بگو مشرق و مغرب از آن خداست، هر کسی را که خواهد به راه راست رهیاب می سازد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحیم. و بدین گونه شما را امتی میانه ساختیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و ما آن قبله را که تو بر آن بودی مقرر نداشتیم مگر برای اینکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند از کسی که به عقب خویش برمیگردد متمایز سازیم، هرچند این کاری است بس دشوار مگر بر کسانی که خداوند ایشان را رهیاب گردانیده است. و خداوند هرگز ایمان یعنی نمازهای شما را ضایع نمیگرداند، حقا که خداوند به مردم واقعا مهربان و بخشاینده است.